سیاست اقتصادی چیست؟ سیاست اقتصادی جمع چاره‌بینی‌هایی است که حکومت برای رسیدن به هدف‌های اقتصادی خود در عمل تطبیق می‌کند. اگر شما دقت داشته ما داریم استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 در داخلش داریم برنامه‌های میان ملتی رشد جمهوری تاجیکستان برای 5 سال و برای 5 ساله دیگر و غیره و در داخل این برنامه‌ها نشان دهنده‌های ماکرو اقتصادی پیش بینی شدند. مثلا ببینید جناب عالی در پیام خود علاقه گفتن که باید سال 2023 سطح تورم نه کمتر از 8% باشد. این علاقه سپارش است و برای اینکه سپارش اجرا شود ما باید سیاست معین چاره‌های معین اندیشیم و همین چاره‌هایی که با مقصد پیشبرد درست تجارت، پیشبرد درست صاحبکاری، خب بعضا کم کردن اندازها، بعضا از گویم که تفتیش و دیگر آزاد کردن صاحبکاران، اون همه چاره‌هایی که اندیشیده میشوند برای زیاد کردن استحصال محصولات و زیاد کردن اقتصادیات و تشکیل جاهای نوی کاری و غیره روانه شدن با آن که ما همون نشان دهنده ها را اجرا کنیم. برای چی اجرای نشان دهنده ها مهم است؟ برای آنکه مقصد عالی دولت حکومت این بلند برداشتن سطح نیکولی مردم است. چگونه ما باید تورم را مثلا یا که حجم پول یا که قرب پول را نگاه داریم؟ یعنی شکل‌های گوناگونی اداره کردن حجم پول یا که اداره کردن تورم است. یکم پرسنت استاف که میگویم ما معیارهای فایزی بانک ملی. خب بانک‌ها با کارخانه‌های با مردم قرض میدهند، بانک‌های تجارتی. بانک ملی قرض میدهد با بانک‌ها و همین فایزی بانک‌ها، فایزی پس‌اندازها در دنیا خصوصا در مملکت‌های پیشرفته این معیار اساسی است، همه چیز معین میکند. همین مثلا اگر شما استحصالات برای ماندنی باشید، استحصال یگان چیز شما حساب میکنید برای شما مفید است همین پول در بانک مانده فایز گرفتن یا که استحصالات تشکیل کردن. اگر فایز بانک بلند باشد شما استحصال تشکیل نمیکنید، پولتون میمونید، شما فایزش آمدن میگیرد درآمدتون فایدهتون. برای همین اکثری نشان دهنده ها در گرد همین فایز چرخ میزنند، فایز بانک. و بانک ملی اگر نمیخواهد که حجم پول در معاملات زیاد شود فایز قرضش رو بلند میکند. فایز قرضش رو بلند کرد بانک ها نمیگیرند برای اینکه الکی باید با بالای او فایزی با فایز خودشان مانند پیشنهاد کنند. بیزنس نمیگیرد، صاحبکاران نمیگیرند چون این قرضه، چون که برای ویا مفید نیست. با چنین پول قیمت ما در اقتصادیات مفهوم ها داریم، دیشوی دینگی ای برای همین اگر پول قیمت باشد، پول های قیمت، پول های ارزش بلند نمیگیرد چون که ضرر میبیند از این نمود فعالیت. و بانک ملی از یک طرف با این رو قرض نمیدهد، از طرفی که قرضهای پیش دادهش برمیگردد و با همین رو حجم پول پایان میآید، کم میشود. حجم پول که کم شد، حجم مال در معاملات کم نمیشود چون که از یک طرف فروخته ایستادن، از طرف دیگر استحصال کرده ایستادن. یعنی همین تناسب بین حجم پول و حجم مال دیگر میشود. حجم پول کم میشود، حجم مال می ایستد و در معاملات مولهای زیادتی پیدا میشود. بنابراین بعضی ها مجبور میشن که نرخ پایان برند، گرچنده که پایان روی نرخ و این پسیکولوژی است. خصوصا ما که حالی تجربه پورا نداریم، نرخ با آسانی میبرداریم، لیکن فراوردن نرخ برای ما دیگر نه دین تاثیر میکند، نه اسلام، نه قرآن، هیچ چی به اون شیر بچه های ملا بچه که در بازار نشستن تاثیر نمیکند، هیچ نمیخوان نرخ پایان برند. خب دوم هست یک طلبات است. باید که همه بانک ها قسمی از مبلغ های پولشان را در بانک ملی نگاه دارند و این معیار دارد. مثلا حاضر 3% برای پسندازهای پول ملی با پول ملی و 9% برای پسندازها با اسعار خارجی. یعنی اگر همین روز بانک 100,000 قبول کرد سامانی
باید که 3000 رو به بانک ملی گذراند و اگر بانک ملی خواهد که حجم پول زیاد شود همون معیار را کم میکند. مثلا میگوید 3% نه، از این بابت 2%. اکنون 1000 سومونی بانک میگرداند و این مبلغ برای یک عملیات کم است، لیکن اگر گیریم ممکن حجم چنین مبلغ خود در امروز در بانک ملی 300 میلیون 400 میلیون سومونی باشد که از بانک های تجارتی است و 1% یا بند فایزی کم کردن این برگشتن تخمینا 100 میلیون به بانک ها است. یعنی حجم پول در بانک ها 100 میلیون زیاد می شود. ولی برعکس اگر لازم باشد که برعکس بسیارتر گیرد از بانک ها همون معیار را بالا میبرد، 3% نه 4% میکند. 100 میلیون از بانک ها باز ایلوگی می آید و حجم پول کم می شود. خب اپراسیون открытом рынке عملیات ها در بازار آزاد. بانک ملی همه روزه می تواند از معاملات کاغذهای قیمتناک خرید و با کاغذهای قیمتناک فروشد. مثلا در بانک ملی اگر شما سایت بانک ملی دارید قریب یک هفته چند بار مزایده می شود. مزایده فروش کاغذهای قیمتناک وزارت مالیه. فایز معین دارند، بانک ها اگر پول موقتا زیادی داشته باشند اون را میخرند و براش فایز میگیرند. پول میتین میخرند کاغذهای قیمتناک وزارت مالیه یا که سرتیفیکات های بانک ملی چند وقت و بعد یک هفته میگردانند. از یک طرف وقتی که میخرند پولشان میتین بانک ملی، حجم پول کم میشود در معاملات بیرون از بانک ملی. ما وقتی که حجم پول میگیم ما پول‌ها را در نظر داریم که بیرون از بانک ملی هم در بانک‌های تجارتی هم در دست مردم هم و غیره. و چون این بانک اگر پول‌ها حاضر اگر 32 میلیارد باشد 27 میلیاردش پول نقد است، در کیسه مردم است، در دست صاحبکارها است و غیره و غیره.